و بیشتر از 5 الی 6 هزار کتاب تا فی الحال آورده شده از کتاب‌های مختلف. خودتان معتاد بودین، چند سال در زیر پل سوخته شما؟ من نمی‌فهم چرا هیچ نوع مشکل به خاطر درس و مطالعه مشکل وجود نداره. سلام بیننده های عزیز، امید که جور و صحتمند و سرحال باشین و از گزند روزگار در امان علای مطال باشین. بیننده های عزیز، قسمی که مرا میبینین در یک نمایشگاه خیلی بزرگ، البته نمایشگاه کتابخوانی است که تعداد زیادی از هموطنان ما، کسایی که علاقمندی بر مطالعه دارند، امروز اینجا سمت پل سرخ، البته پل خوشبختی که چند ماه پیش ایران ماندن که تعداد زیادی از معتادین در این قسمت ها زیاد دیده میشد و امروز هم به خاطر از این که به خاطر چی برگزار شده این نمایشگاه و تعداد زیادی از کتاب ها انواع مختلف در این نمایشگاه به نمایش آورده شده و به فروش آورده شده و گفته شده که برای 2 روز این نمایشگاه برگزار میشه. خب بیننده های عزیز، ما را تا آخر بیننده باشین و از حکومت امارات اسلامی هم بلندپایش آمده، امروزشان مصاحبه می داشته باشیم، گفتن شنود می داشته باشیم، ما را دنبال داشته باشیم. بیننده عزیز، در کنار ما صاحب هستیم، قسمی که در نمایشگاه کتاب است. در مورد نمایشگاه معلومات میده و احمدزای صاحب میشه که در مورد نمایشگاه کتاب معلومات. این نمایشگاه به همکاری وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطر تشویق جوانان و به خاطر از اینکه جوانان بیشتر تشویق شوند، شوق علاقه و مطالعه پیدا کنند و کتاب پیدا کنند، این نمایشگاه امروز برگزار شد. این نمایشگاه در 2 روز می باشد و بیشتر از 5 الی 6 هزار کتاب تا فی الحال آورده شده از کتاب‌های مختلف. از 50 الی 60 کتاب فروش‌ها اشتراک کردن با موضوعات و عنوان‌های مختلف. قسمی که فرهنگ کتابخوانی یا فرهنگ مطالعه در افغانستان نیز چی موثریت داره؟ طبعا این نمایشگاه‌هایی که کتاب که برانداخته میشه موثریت بیشتر داره، جوانان را هم تشویق میکنه. شما می‌بینید که تا فی الحال بیشتر از 1000 برادر و خواهر در نمایشگاه اشتراک کردن، بازشان اینجا مطالعه کردن و بازشان کتاب خریداری کردن با خود بردن. خب قسمی که اطلاع حاصل نمودیم گفتن که اینجا تعداد زیاد کسایی که معتاد بودن کتاب چاپ کردن، اشعار را چاپ کردن. میشه که در مورد این صحبت کنیم که چی تعداد معتادین؟ 15 نفر معتادینی که بعضیشان بسیار تحصیلات عالی داشتن، بعضیشان اشعار بسیار مقبول نوشته کردن، بعضیشان قرآن عظیم الشان نوشته کردن. این همه از برکت نظام امارت اسلامی افغانستان است. هموطنان ما که جانشان در خطر بود، در طلب بود، دست به کار شدن و زندگی همچون جوانان را نجات دادن، چون کدرهای بسیار ورزیده ما در معتادین داریم. بسیار خوب. و فعلا کسایی که خودت هم می‌بینه پیام کلام داشته باشین، به خاطر از اینکه تعداد زیادی از کسا هستن که از درس و تحصیل پس موندن. خب جوانان میتونن، شرایط فعلا خوب است، امنیت برقرار است، هیچ نوع مشکل به خاطر درس و مطالعه مشکل وجود نداره. جوانان میتونن مطالعه یا کتاب بسیار دوستی و وفای انسان می باشه، هم به خاطر خودش هم به خاطر خانوادهش. جوانان باید بیشتر کوشش کنن که در اوقات بیکاری، در اوقاتی که فرصت داشته باشن، حداقل 1 صفحه الی 1 خط باید مطالعه کنن تا هم بر خودشان خوب است و هم به جامعه خوب است. خب برادر ما که هستن قبلا در ساحه پل سوخته بودن، معتاد بودن،
و فعلا بسیار یک شاعر خوب است. یک نمونهش است. دختر خانما فعلا در این نمایشگاه اشتراک کرده میتونن؟ بله میتونن، هیچ مشکلی وجود نداره. از طرف شب چند خواره ما آمدن، جای مشخص برشان جور شده، در اموجه میتونن که اشتراک کنن. بخیر، تشکر بسیار تشکر، سلامت. خب بیننده عزیز، قسمی که ماهان صاحب گفتن که یکی از کسایی بودن که معتاد بودن. سلام خدمت خوب هستین؟ صحتمند؟ میشه خدا معرفی کنی برای دوستا؟ دیگه دوستا ضرورت معرفی نداره، اکثریت معرفی هم کرده. خب بازم نام مهدی است، یک تن از باشنده‌های شهر کابل. قسمی که ماهان صاحب گفتن که خودتان معتاد بودین، چند سال در زیر پل سوخته شما؟ من نمیفهم چرا ما یک قانون داریم در حساب همین کسایی که ترک میکنه. البته ببخشید گپ میزنم، کسایی که مثلا این چیز میگه گذشته آن را مدام بر سرش نکوبین. تقریبا من امروز واقعا از این چیزا رو دیدم، خوشحال شدم که بیروبار هستن دیگه هستن، ولی آمدم که خوش باشم، ولی گذشته خود زیاد یاد نمیخوایم. میخوایم از خوشی‌های خود چی کنیم. خب چه احساس دارین که احساس خیلی احساس خوش دارم، احساس خوشحالی است واقعا که از پل از بدبختی نه از پل بدبختی به خوشبختی تبدیل شده. بسیار جای خوشحال کننده است واقعا. بازم از مردم کسایی که میبینن واقعا تشکر که ما را تشویق کردن که تا تانستم تا دیگر برسیم. خب پیامتان برای کسایی که فعلا خودتان میبینن داشته باشین. پیام می خودم پیام که واقعا تصمیمای درست بگیرن، در زندگی غافل نمانن. اینه بس. قربان، سلامت، تشکر. سلام برادر عزیز. سلام. خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ بخیر هستین؟ دیگه امیدوار هستم که مزاحم مطالعه شما نشده باشم. نه، سلامت باشین، بخیر. قربانتان. میشه که خدا در نخست معرفی داشته باشین. برادر محترم، من محمد رضا هستم. بسیار خوب. رضا جان چطور که اومدی امروز اینجا؟ برادر من از طرف کوته سنگی می آمدم اینجا و از تجمع مردم دیدم، بسیار کنجکاو شدم. آمدم باز کتاب ها رو دیدم، بس بعد آمدم یک کتاب ها رو یک نگاهی بندازم. خب از مکتب فارغ شدیم، پانتون میخوانن یا هیچ؟ مکتب تا صنف 12 رو خواندم دیگه. به خاطر مشکلاتی پیش آمد دیگه پانتون خواندن نتونستم. یا خیر، خداوند مهربان است که ان شاء الله پس دوباره درس و تحصیل خود ادامه بدید. خب چه احساس دارین که چنین نمایشگاه برگزار میشه به خاطر مطالعه، به خاطر پیشرفت ذهنیت انسان؟ برادر خیلی خوشحال هستم که در افغانستان، چون که ما به خاطر مشکلات جنگ‌هایی که در افغانستان پیش آمد دوست دارم امی فرهنگ و شخصیت سازی در افغانستان رشد کنه تا بتونیم یک زمانی بالا بریم، بعد از چندین سال بعد دوباره افتخار کنیم که ما کشور ما از همسایگان ما از در یک سطحی برسیم که جهان اسم ما را ببرن. من امیال اینجا کتابای روانشناسی را ما بیشتر دوست دارم میخوام. همینجا دوستای عزیز کتاب روانشناسی پول هم گرفته، زیاد پول نه به خاطر همه کلا کتابای روانشناسی را که وقتی که میخونم همه در فهرست اول توجه میکنم که دوست دارم که جوانا نسل جوان بیشتر یک جورایی خود بشناسه بعد زیاد در زندگی ناامید نباشه بازم هر چقدر 100 در بسته باشه یک در خدا باز میکنه. با توکل به خدا باز خودش تلاش کنه، باز میشه که روی خود باور داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه. اعتماد به نفس خود آدم میسازه. بعد تلاش کنه، هم وقتی که یک نفر دو نفر صدها نفر که میرقم تلاش کنه از جوانا، باز میشه یک جامعه رشد میکنه، فرهنگ سازی میشه، شخصیت سازی میشه. وقتی هم دانه دانه قطره قطره دریا میشه. هم هر شخصی که در خود باور داشته باشه اون جامعه ساخته میشه. هر امی ناباوری یک جامعه را خراب کنه، مثل یک چیزی که کریم میزنه خراب میشه، اون رقم جامعه خراب میشه. یک شخص که باور نداشته باشه. حالا ما از جوانان مثلا بیشتر دوازه دارم که مطالعه کنه دیگه، در هر مورد در هر سطح زندگی که بخواد هر شغلی را که شروع کنه در خود باور داشته باشه. اول به خدای خود باور داشته باشه که خدا همیشه با او هست.
بعد به خود باور داشته باشه که من موفق میشم، هیچ وقت از خدا ناامید نباشه. ناامید نباشه حتما موفق میشه. چون که جامعه اسلام است، خداوند با اسلام همیشه هست. سلامت هست. و در آخر پیامتان نداشته. پیام خاصی دیگه ندارم که سعی کنی مردم افغانستان کلا همه که با هم دوست باشه، یعنی مهر و محبت بین یکدیگه خود افزایش بده. یعنی هیچ کس به یکدیگه خود احساس تنفر نداشته باشه، حتی از هر قوم که هستن همیشه احساس محبت نسبت به یکدیگه خود داشته باشه. یعنی می نقطه آغازین فرهنگ سازی در جامعه است. تشکر. قربان. تشکر. بیننده‌های عزیز، رسیدیم در آخر برنامه. امیدوار هستم که برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه و این بود گزارش از نمایشگاه کتابخوانی در سمت پل سرخ که تعداد زیادی از هموطنان ما قسمی که میبینین آمده رایستن و بیروبار شده میره. دیگه این بود برنامه ما. شما را بالای پاک بنیاز میسپارم. خداوند حافظ و نگهدار هم.